وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از مرگ باز یک پیادهگر در زیر چرخ ماشین خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، صبح 5 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا خودبدینوف حسن ازومدینوویچ سال تولدش 2001 ساکن نویه وخش هنگام حرکت از طرف شهر لیوکند به سمت شهر باختر در حدود جماعت شهرک بوستانقلعه از عهده اداره واسطه نقلیاتش نبر اومده پیادهگر گلوف شریف سال تولدش 1964 ساکن شهر لیوکند را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر گلوف به سلامتیش ضررات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. روز 3 ایول در دو صدمه در خواجه غلطان نویه شمس‌الدین شاهین و دهه گلاباد نویه حمدانی دو کودک پیادهگر سال تولد هر دویش 2012 زیر چرخ ماشین‌های راهگذر جان باختند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های این کشور تا 400 نفر جان باخته، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.